تو باز میگه ما در دانش میزنیم. کدام روز در دانش میزنی؟ خب بزن دیگه. چرا نمیزنی؟ بفرمایید، مک در خدمتتان است. مسکا جان بهار. اول خب من میخوایم از خودت پرسان کنم که خودت کجا هستی که دگارم میگین که ما گریختن فعلا درست؟ خدا گردن ما دوم بستم نکنه. جی پی اس پوینت ما برات میتم در شاریناو، در دی افغانان، در مخانه ششم دی افغانان در بالا عمل زندگی میکنم. خب من فکر کردم حتما در کدام علیاباد جای هستی. یک گپ موضوع میرم دوم، انشالله. وقتی که ایره میگه که گریختن، کسایی که فرض مثال ما خانما تنها از وا نگریختیم. من شخصا کدام ترس دارم از طالب دیگه و دیگه. این شما مردای افغان که خدا بسیار باغ. حالی پیشتر گفتی که طالب سگ است. ما میترسیم از پیشان. حالی میگی که من نمیترسم. خو این معنا میته که طالب سگ نیست که تو نمیترسی. مردم خو که سگ دیوانه باشه هر کس میترسه. یا تو دیوانه هستی که از سگ دیوانه نمیترسی، یا طالب سگ نیست. انتخاب کن. خود دیوانه هستی که از دیوانه نمیترسی، اون سگ دیوانه، یا طالب سگ نیست. بفرمایین، مک در خدمتتان هستم بهار جان. بگو کدام انتخاب داری؟ آنها سیاست بودیم. مایی که من گپ من که ختم از خودت گپت ختم میشه، از من گپ من کمک شمیمون. پس مایی که ختم میکنین یک دقیقه حوصله کنین گپ من خلاص شوه. اول خود شما پیشتر من نگفتیم که طالب سگ است، بسیار زیاد ببخشی. خودت گفتی پیشتر که از مردم باید بترسه، مردم باید تتوشه. من گفتم که ما نباید بترسیم، گفتم کس از سگ میترسه، از وحشی میترسه. یعنی تو ایره قبول کردی که ایره نگفتی که طالب سگ است. تشکر. این قلبم برات میتم. بگم قلبا که مخالف ما هستی. دین سیتا برات میتم که باز نگویی که جنرس نیستی. با قرآن ما در کسی قلب مال نیستم. همه قلب نه در کسی پیسه است میره بگی. برو خوب شد که گپایتان ترمیم کردی. بفرمایید، مک در خدمت تان هستم. فیکس 18 دقیقه گپ زدن میتونی علی.